این یک ویدیو آموزشی دقیق در مورد موتور یک اسکوتر است که در قالب انیمیشن سه‌بعدی بسیار واضح ارائه شده است. این ویدیو از همان ابتدای فرایند مونتاژ شروع می شود و درک جامعی از هر قطعه ارائه داده و اصول کار اساسی را توضیح می دهد. این یک محفظه میلنگ سمت چپ است. دو پیچ بلند برای اتصال سرسیلند به قسمت پایین سیلندر استفاده می شود. این قطعه سیاه رنگ کمانی زنجیر است که در ادامه به نحوه عملکرد آن خواهیم پرداخت. گوش‌های ضربه‌گیر نیز برای کاهش سر و صدا و کاهش لرزش طراحی شده است. قطعه بعدی پیچ تخلیه روغن است. این هم مهمترین قطعه در موتور میلنگ است، زیرا نیروهای منتقل شده توسط شاتون را تحمل می کند و حرکت رفت و برگشتی پیستون را به حرکت چرخشی تبدیل می کند. این زنجیر باز و بسته شدن سوپاپا را کنترل کرده تا از عملکرد طبیعی موتور چه از نظر ورود هوا و چه از نظر خروج دود اطمینان حاصل شود. همچنین کاسه نمد میلنگ سمت چپ از نشت روغن جلوگیری می کند. واشر و بوش‌های لوله‌ای شکل عملکرد آببندی و اتصال را انجام می‌دهند. این قسمت برای محکم کردن محفظه میلنگ استفاده می‌شود. این دو واشر پمپ روغن هستند. وظیفه پمپ روغن انتقال اجباری روغن به سمت اجزای مختلف موتور است. این مدل خاص دارای طراحی دنده‌ای است. چرخ دنده بزرگ به میلنگ متصل شده و نیرو را به پمپ روغن می‌دهد. همچنین این واشر کاغذی و کاسه نمد سر میلنگ باعث جلوگیری از نشت روغن می‌شود.